سلام رفقا، چطور؟ خیلی خوش اومدید. آقا امروز اومدیم بریم آموزش نصب کال آف دیوتی برای کامپیوتر یا لپتاپتون. آقا بریم سراغ ویدیو. راستی بچه این چنل یوتیوبمونه که هم رو من توی آپارات و یوتیوب میذارم. برید امین گیمر سرچ کنید براتون میاره. خب آقا داشیه گفت یه لحظه. شما چیکار میکنید؟ اولین کاری که میکنید آنتیویروس رو خاموش کنید. آنتیویروس چیه؟ اگر تو نبودید هیچ فرقی نمیکنه. سرچ کنید ستینگتون. وقتی که اومد بالا میرید به بخش حالا ویندوز 60 و اینجا همه رو آف بود. خب حالا چیکار میکنید؟ برید تو گوگل سرچ میکنید گیم لوپ. خب اینو که سرچ کرد. حالا بعضی از بچه ها ندارن و نمیتونن دانلود کنن. بیاید از همین گیم لوپ فارسی دانلود کنید، بازش کنید سایتش رو 64 بیتی. حالا برای هر کسی حالا ویندوزش، حالا من که 64 بیتی 64 بیتی دانلود کردم. وقتی که باز کردید تو دانلود اینجا اومده. من اینو باز میکنم و یه اینستال برام میاد. اینستال رو که زدم، بعد یه دونه آیکون، یه لحظه بهتون بدم بچه ها، یه آیکون آیکون بهتون بگم، یه دونه اینجوریه. اینو با دبل کلیک باز کنید. اینجوریه، یه صفحه اینجوری تپ میکنید. خب من وی پی بچه اینجا تو ستینگ، خب اینجا گفته کجا بازی ها رو نصب کنم. اینجا شما بهش میگی. من که حالا گذاشتم رو همون باشه، دستکاری نکردم. یادم حجم نداره این دارم که اصلا دست نزنید داره. بعد کال آف دیوتی هر بازی که خواستید، حالا من آموزش کال آف دیوتی گذاشتم، این اینستالو میزنید. بعد من اوپن رو زدم برای اینکه بهتون نشون بدم. الان این اوپن شد. یه توضیح بدم برای اونایی که نفهمیدن. میرید توی کانال روبیکای من تو کانال روبیکا من حتی میذارم دانلود لانچرشو. میرید تو کانال روبیکای من و برنامه رو دانلود میکنید. وقتی که دانلود کردید میرید تو بخش دانلود، بازی رو دبل کلیک میکنید، البته برنامه. وقتی که بازش کردید اونجا میتونید بازش کنید و یه اینستال میاد و میزنید، تموم میشه میره. بعد دیگه کالاف رو نصب میکنید. اونجا اینستال رو میزنید، خودش براتون نصب میکنه. اونجا هم که گفتم ستینگش رو انجام بدید، به خاطر همین بود، چون باید بهشون بگید دیگه کجا نصب کنن. اون تنظیمات رو انجام بدید. منم که هنوز دستکاریش نکردم، همون گذاشتم بمونه. حالا من الان بهتون نشون میدم که آقا الان بعد الان شما F11 رو میزنید، به اسکیپ میشه بازی و ثبت میکنید تا براتون بیاره.
حتی چند تا دانلودا داره چون اولین بارتونه. اگرم خواستید وارد ایمیلتون وارد اکانتتون نذاش این گزینه رو زدید نذاش F11 رو بزنید، این بکه رو بزنید، بعد اونجا اسم رو انتخاب میکنید، تمام اکانتتون ساخته میشه. ولی خب سیو نیست، خودتون الان کنید. کار میکنم، بک میزنم، یه بار دیگه بک میزنم. برای حالا اکانتمو فهم میاره دیگه. حالا من یه ذره نتم ضعیفه بخاطر همین. الان اینجا شما مثلا این بازی ها رو انجام بدید. من چون تازه ریختم، تازه لولم 3، چون تازه ریختم و اکانتم هم نزدم. اینجا هم بازی که میبینید خیلی خوب براتون میاره. بچه ها نمیشه. اگر خواستید بیاید بیرون، ویندوز و این دکمه ویندوزتون بزنید، بعد اینو اینجوریش کنید، بعد میگه آیا میخواید همین برنامه رو ببندید، اگزیت. ما هم میگیم اوکیه، یا براتون میزنه. خب آقای گول داداش، مرسی که اینجا ویدیو دیدید، دمتون گرم، خیلی عشقی، چکرم، فعلا. داداش حتما آپلودش میکنم این ویدیو رو توی آپارات و یوتیوب.